در شهر گرمای ولایت انبار عراق، قبیله سالارانی نزدیک به گروه تندروی دولت اسلامی میگویند بمبارانی که 4 نفر را کشت کاری دستی ایران است. در این ویدیو که یک نفر از شهر گرما بر رادیو آزادی فرستاد، گروه از ساکنان برای نجات افراد میشتابند که زیر خرابه‌های بنا ماندند. ترکش در اینجا روز 24 فوریه به وقوع پیوست. شهر گرما در محاصره نیروهای دولتی عراق قرار دارد و نیروهای هوایی عراق بارها به کمینگاه‌های تندروان حمله بردند، اما معلوم کردن آن که ایران در این حمله دست دارد یا نه امکان ناپذیر است. در شهر کابل پایتخت افغانستان یک سازمان مستقل نظارتی شکایت کرد افرادی که به دزدی 900 میلیون دلار از کابل بانک متهم می‌شوند جزا نگرفتند. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان سال گذشته از دادستانی خواست پرونده کابل بانک را از نو تحقیق کند. دیدبان شفافیت افغانستان گفت افرادی که پول بانک را از خود کردند آزاد می‌گردند و پول را هم برنگرداندند. در شهر تیفلیس پایتخت گرجستان ده‌ها دانشجو با برگزاری تظاهرات از حکومت خواستند برای پیشگیری از بی‌قرب شوی پول ملی لری چاره بیندیشد. از ماه نوامبر تا کنون پول ملی گرجستان در برابر دلار آمریکایی 3.1 ارزش خود را گم کرده است. دانشجویان گرجی مراسم رمزی دفن لری را برگزار کردند و بعضی‌ها با پیروی به شعار ضد تروریستی فرانسه من چارلی من لری شعار می‌دادند. در شهر پشاور پاکستان مقامات انتظامی علیه امام خطیبان افغان در مسجدها عملیاتی را آغاز کردند. ماموران امنیتی بعضی از این امام‌های افغان را بازپرسی کرده و از آنها خواستند در مسجدهای پاکستان وعظ نگویند. به گفته مقامات این چاره‌بینی بخشی از عملیات وسیع مقیاس پاکستان علیه تندروان اسلامی وابسته به طالبان و گروه‌های دیگری افراطی است. و در پشاور با مساعدت مقامات شهر نمایشگاه هنرهای دستی مردم بیجا شده از مناطق قبیله نشین را برگزار کردند. محصولات نمایشگاه هنر دستی افرادی است که در نتیجه عملیات نیروهای حکومتی پاکستان برای محو طالبان خانه‌های خود در مناطق قبیله نشین را ترک کردند.